پس از 2 ماه آتش بس، صبح دیروز اشغالگران اسرائیلی بمباران شدید غزه را از سر نو شروع کردند. گفته می شود که در نتیجه حمله وحشیانه که پیش از آغاز سحور رخ داد که تا امروز دوام دارد، زیاده از 439 فلسطینی به هلاکت رسیدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند. ضربه هوایی به خانه‌های ساکنان آسایشته، خیمه‌های مهاجران و پناهگاه‌ها در ناحیه‌های گوناگون غزه زده شد. حرکت مقاومت اسلامی حماس اظهار داشت که بنیامین نتانیاهو و حکومتش نسل‌کشی را بر ضد اهالی بی محافظت این منطقه از نو آغاز کرده، سازشنامه آتش بس 19 ینور سال جاری را بیکار نمودند. واشنگتن خبر داد که اسرائیل پیش از حمله به غزه با جانب امریکا مشورت کرده است که این نشان می‌دهد که مأموریت نو ایالات متحده آمریکا سیاست همدستی فعالانه را در نسل‌کشی مردم فلسطینی ادامه می‌دهد. در همین حال حرکت مقاومت اسلامی حماس موقع عرب‌ها را بلند قدر کرد و دعوت نمود که به واشنگتن فشار آورده شود تا اگریسیا و جنگ‌های گنوسیدی را بر مقابل اهالی آسایشته در غزه باز دارد. در همین زمان تقریباً 50,000 نفر در تل اویو به نمایش برآمده طلب کردند که مذاکره‌ها برای برگردانیدن اسیران که از طرف مقاومت نگه داشته می‌شوند از نو آغاز شوند. با در نظر داشت آنکه اسرائیل شرط‌های سازشنامه ماه ینور را ویران کرد، حماس از ایالات متحده آمریکا کفالت محاکمه مرحله دوم سازش را طلب نمود که قطع پوره جنگ را در نظر دارد. طفلا هنا في داخل مستشفى المعمداني برفقة عائلاتهم حسبي الله ونعم الوكيل.